انفجار مهیبی که شب گذشته شهر هرات را در غرب افغانستان تکان داد، نزدیک به 70 کشته و زخمی از مردم این شهر گرفت. انفجار ناشی از خودروی بمب گذاری شده بوده و هدف ظاهراً حوزه 14 پلیس شهر هرات بوده است. در این انفجار فقط یک پلیس کشته شد. دیگر قربانیان و مجروحان این انفجار همگی غیر نظامیان بودند. 3 کودک از جمله یک کودک 1 ساله و 2 زن نیز در بین جانباختگان این انفجار هستند. دست جمعی مردمانه دیتا یک طفل بیرون کردیم از اینجا 4 تا دیگه زنده. عملیات خارج کردن قربانیان و مجروحان توسط مردم و دولت تا بامداد امروز طول کشید. سنگ دیشب گریه میکرد، ستونای ساختمان ها همه گریه میکرد که کودک سری از تن جدا شد. ای مردم، ای دولت، ای رسانه ها کجایی؟ به داد از بیچاره مسکین برسید. ای خدا این مردم تا کی رنج و زحمت بکشن؟ 10 منزل مسکونی نیز بر اثر این انفجار تخریب شده است. کلن همین خونه همه ویرانیه. همین کوچه 35 خونه کلن 35 خونه ویرانیه. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار هرات را بر عهده نگرفته است، اما وزارت کشور افغانستان طالبان را مسئول این انفجار اعلام کرد. همزمان درگیری‌ها، انفجارها و ترورهای هدفمند نیز در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته خواستار توقف فوری انفجارها و ترورهای هدفمند در افغانستان شد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.